با سلام به کانال دنیای تعجب خوش آمدید. در دنیا هتل‌های زیادی وجود دارند که هر کدام در لوکس و شیک و منحصر به فرد بودند با هم در رقابت هستند. در این ویدیو 5 تا از هتل‌های برتر دنیا را به شما معرفی خواهیم کرد که قطعاً بهترین ها در دنیا هستند و از دیدن آنها شگفت زده خواهید شد. با ما همراه باشید. برج العرب دبی که در جزیره مصنوعی جمیرا و در نزدیکی ساحل خلیج فارس واقع شده که ارتفاع آن به 321 متر میرسد و 280 متر دورتر از خشکی بنا شده است که برای رفتن به آن باید از پلی عبور کنید. پروژه ساخت برج العرب از سال 1994 آغاز شد و مدیریت ساخت و ساز این پروژه را یک مهندس کانادایی به نام ریک گریگوری انجام داد. کوچکترین اتاق هتل 169 و بزرگترین اتاق آن 780 متر مربع مساحت دارد. رقم دقیق هزینه شده برای ساخت این هتل مشخص نیست، اما گمان می رود بیش از 1 میلیارد دلار آمریکا باشد. برای جبران هزینه ها تمامی اتاقهای هتل بایستی برای 400 سال اجاره شود. قیمت هر سویت از $1000 تا $15,000 متغیر است. 7 طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا وجود دارد و از جمله استخرهای بی انتها، رستوران‌های لوکس و فضای پرواز هلیکوپتر وجود دارد که برای زمین بازی هم از آن استفاده شده است که برای هر نفر مسافر 6 خدمه وجود دارد. دومین هتل پلازا نیویورک در ایالات متحده آمریکا که در سال 1907 به معماری هنری هاندربرگ و توماس هستینگز بازگشایی شد و به سرعت لقب بهترین هتل را در جهان گرفت. هتل پلازا لوکیشن چندین فیلم کلاسیک تاریخ سینما بوده است. این هتل 282 اتاق دارد و از جمله مهمترین امکانات آن میتوان به خودپرداز، آرایشگاه، اینترنت، رستوران‌های شیک و هر چی که نیاز دارید اشاره کرد. این هتل میزبان مهمان‌های معروف زیادی بوده است، از جمله سران حکومتی کشور ما. و در سال 91 یکی از میلیاردهای هندی 75% از این هتل را با پرداخت 575 میلیون دلار خریداری کرد و شریک شاهزاده عربستانی با 25% باقی مانده شد. سومین هتل که یکی از برترین ها در دنیاست، هتل مارینا بی سندز سنگاپور. هتل 5 ستاره مارینا بی سندز سنگاپور یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری این شهر است که در خلیج مارینا قرار دارد. این هتل که متعلق به شرکت لاس وگاس سندز است در سال 2010 افتتاح شد که از 3 برج 55 طبقه مجزا تشکیل شده که توسط یک سازه کشتی مانند در آخرین طبقه به یکدیگر متصل شده اند. پشت بام هتل یکی از شگفت انگیزترین سازه های دنیاست که با 200 متر ارتفاع عنوان بلندترین پارک آسمانی را به خود اختصاص داده است که در کل دنیا منحصر به فرد است. این هتل 2561 اتاق دارد و یکی از گرانترین هتل های دنیاست که یک شب اقامت در آن بین $467 هزینه است. از امکانات هتل استخرهای شنا، مرکز آب گرم، خدمات نگهداری از اطفال، داشتن فروشگاه‌های متعدد، صرافی، رستوران‌های شیک و محل مخصوص سیگار کشیدن اشاره کرد که در هتل می توانید ارز خود را تبدیل به واحد پولی سنگاپور کنید. این هتل بیشتر به خاطر استخر بی انتهای عظیمی که 3 ساختمان هتل را به یکدیگر متصل می کند شناخته می شود. اگر دوستدار محیط زیست هستید این هتل را از دست ندهید. هتل براندا تاهیتی، جواهر پنهان در تاهیتی در جزیره خصوصی براندو.
این جزیره در سال 1960 میلادی توسط مارلون براندو ستاره وقت سینمای جهان کشف شد و اسم خود را از همین بازیگر گرفت. این تفرجگاه کاملا مجهز و منطبق با معیارهای محیط زیست پایدار ساخته شده و یکی از بهترین اقامتگاه‌های دوستدار طبیعت در جهان است. اینجا 100% مستقل از انرژی بوده و طرح‌های ابتکاری، تحقیقاتی و حفاظتی گوناگونی را پوشش می‌دهد. تفرجگاه براندو مشتمل بر 35 ویلای لوکس است. 2 رستوران، 2 کافه، 1 آب گرم و سونای روی آب و 1 باغ میوه به همراه مزرعه سبزیجات دارد. دسترسی به براندو توسط هواپیمایی تتیا صورت می‌گیرد که 15 دقیقه پرواز طول می‌کشد. نرخ ویلاها برای 1 خوابه با حداقل اقامت 3 شب 3000 یورو میباشد. پنجمین هتل که یکی از بی‌نظیرترین ها در جهان است، هتل آتلانتیس باهاماس ناسائو. باهاما کشوری جزیره‌ای در اقیانوس اطلس میباشد که متشکل از 700 جزیره کوچک و بزرگ مرجانی است. هتل آتلانتیس درست در مرکز جزیره پارادیس در نزدیکی خطوط ساحلی ناسائو قرار دارد. این مجموعه دارای 23 طبقه است. این هتل یکی از بهترین پارک‌های آبی جهان را در اختیار دارد. پارک مخصوص کودکان، جزیره کوچک دلفین‌ها و امکاناتی برای غواصی نیز مهیا شده است. و شهرت آن به خاطر داشتن بزرگترین زیستگاه حیوانات دریایی در دنیاست که برخی افراد ممکن است از ترس حمله کوسه دوست نداشته باشند در این هتل اقامت کنند، اما خوبه که بدونید تا 5 مایلی ساحل هیچ کوسه‌ای شنا نمی‌کند. در واقع میتوان گفت که گردشگاه آتلانتیس خارج از این دنیا واقع شده و فضا و حال و هوای خاص خود را دارد. ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. اگر شما هم در یکی از این هتل ها اقامت داشته اید، تجربه خود را بنویسید و شاید یک روز شما هم قصد رفتن به یکی از این هتل ها را داشته باشید که حتما ارزش آن را خواهد داشت. قیمت های این هتل ها هر روز در حال تغییره. برای قیمت و رزرو آنها با آژانس های هواپیمایی در ارتباط باشید. و اگر 5 تا از بهترین هتل های ایران را می خواهید بشناسید، ویدیوی قبلی ما را تماشا کنید.